سلام، وقت شما بخیر و مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: نظارت و بررسی از بخش‌های مختلف قلوردوی 207 عمری توسط هیئتی از وزارت دفاع. گفتگوی رؤسای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و نمایندگی همکاری اسلامی درباره گسترش همکاری‌های مشترک در افغانستان و آغاز عملیات تخلیه بیش از 11,000 دریانورد گیرمانده در تنگه هرمز. امروز چهارشنبه سوم ماه سرطان سال 1405 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها: وزارت دفاع ملی میگوید که بر اساس هدایت رهبری این وزارت، هیئت بر ریاست سرمفتش مفتی لطیف الله حکیمی از بخش‌های مختلف قلوردوی 217 عمری نظارت کرده است و گفته این وزارت هیئت اعزامی در راستای بهبود امور، تقویت حسابدهی، مدیریت مؤثر منابع و رفع کاستی‌های احتمالی توصیه‌های لازم را به مسئولین این قلوردو ارائه کرده است. از سوی هم رهبری قلوردوی 217 عمری اطمینان داده که در تمام بخش‌ها با هیئت ارزیابی همکاری همه‌جانبه خواهد داشت. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده که رئیس این صندوق در دیدار با دکتر محمد سعید العیاشی، رئیس عمومی نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در افغانستان، درباره گسترش همکاری‌های مشترک در بخش‌های صحت و معارف گفتگو کرده است. یونیسف این دیدار را سازنده خوانده و از همکاری‌های مشترک در حمایت از کودکان در افغانستان قدردانی کرده است. اداره آمادگی مبارزه با حوادث سیستم هشدار پیش از وقوع سیلاب را در ولسوالی‌های شاجو، نوبهار و سیوری ولایت زابل نصب و راه‌اندازی کرد. این سیستم سطح و سرعت آب را اندازه‌گیری می‌کند و در صورت خطر با فعال کردن صدای هشدار مردم را آگاه می‌سازد. و در آخرین خبر، سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO از آغاز عملیات تخلیه بیش از 11,000 دریانورد گیرمانده در تنگه هرمز خبر داد. این سازمان در بیانیه اعلام کرده که عملیات تخلیه دریانوردان با همکاری ایران، عمان، کشورهای خلیجی، آمریکا و صنعت دریانوردی انجام می شود. گفتنی است که این اقدام پس از بسته بودن و محاصره تنگه هرمز در پی امضای تفاهمنامه یادداشت میان ایران و آمریکا صورت می گیرد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.